ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 20. کتاب یکم با شعاری به سوی پایندگی سال 2018 مجدداً انتشار گردیده. نشر 11 در پیشگفتار هدف، مقصد و ماهیت آن بازگو شده است. بنا به نگاشته مؤلف با فرارسیدن استقلالیت و زبان دولتی اعلان شدن زبان تاجیکی، مسئله زبان اهمیت خاصه پیدا کرد و به حد مبرم گردید که آن را میتوان یکی از پدیده های مهم شعور ملی و افکار جمعیتی این سالها نامید. معنای جغرافی و قومی اصطلاح تاجیک را در سرچشمه های اسلامی به طور فراوان مشاهده کردن ممکن است. برای خلاصه تنها به چند سرچشمه رو می آریم. تاریخ بیهقی که به قلم خواجه ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی دبیر تعلق دارد، درباره تاجیکان معلومات زیادی داده است و از قول طغرل سلجوقی می گوید: و ما مردمان نو و غریبیم، رسمهای تاجیکان ندانیم. مثال دیگر: و همه اعیان تاجیک را در آن درآورد. دبیر سیاقی با استناد به سفرنامه کلاویخا سفیر کاستیلیا در دربار تیمور می نویسد: چون به شهر اندخوی امام علی رحمان واقع در 50 کیلومتری جیهون در ایالت بلخ قدیم وارد شدیم، به مرز ایران خراسانی بزرگ در آمدیم، زیرا به کشوری تاجیک رسیده بودیم که زبان مردمشان به زبان فارسی معمولی تفاوت دارد، گویا اینکه بسیاری از لغات که بر سر زبان هاست عین زبان فارسی. در متن این اقتباس از طرف مترجم دخالت صورت گرفته است و به آن پارچه واقع در 50 کیلومتری جیهون در ایالت بلخ قدیم وارد شدیم، به مرز ایران خراسانی بزرگ در آمدیم علاوه شده است، زیرا در متن ترجمه روسی آن علاوه فوق دیده نمی شود و آن این طور است: Этот город относился уже не к медийской земле, а к земле, называемой Тахикиния. Язык ее чем-то отличается от персидского, но в основном похож на него. یعنی این شهر، یعنی اندخوی، به سرزمینی ما تعلق ندارد و به سرزمینی با نام تخیکینیه، تاجیکیه امام علی رحمان شامل است. زبان آن از زبان فارسی اندکی فرق دارد، ولی اساساً به آن مانند است. در همین سفرنامه کلاویخا ولایت ری را نیز شامل کشور تاجیک شمرده می نویسد: Потом покорил всю землю и империю Арасани, Хорасан, а также всю землю Тахикини, Таджики, называемую Рей. یعنی بعداً تیمور امام علی رحمان تمامی سرزمین و ایمپریای آرسان
خراسان و همچنین تمام حدود تخیکینی تاجیکیه را با نام ری تابع نمود. استاد صدرالدین عینی در یکی از مقاله های خود از ربضة الصفا اقتباس آورده است که چنین است: چنگیز خان خوانین، خانان و امرا و نونیان را جمع کرده گفت از سری حزم عزمی رزمی ولایت تاجیک کردی. ظهور نامواژه تاجیکستان و ترکیب زبان تاجیکی در ابتدای سده 20 سببهای خاصی سیاسی و دلیلهای درست و ابجکتیوی نیز داشت. اول آنکه هنگام تأسیس جمهوری‌های شوروی آسیای میانه پس از انقلاب اکتبر نام جمهوری‌های نو و زبان آنها از نام ملت و قوم و قبیله‌های ساکن آنها گرفته شد، به مثل ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان. بنابراین از این نگاه تاجیکستان و زبان تاجیکی نیز مطابق این معیار بود. از طرف دیگر پنترکستان وجود ملتی را به نام تاجیک در قلمرو آسیای میانه انکار می کردند و در وقت تقسیمات حدود این سرزمین جای برای آنها قائل نبودند. بهانه می کردند که تاجیکان مردمانی آمده اند و بدین وسیله مسئله تشکیل جمهوری مستقل را برای آنها در آسیای میانه مشکل می گرداندند. حالان که برای عادی ترین تاریخ خوان و تاریخدان معلوم است که تاجیکان در این سرزمین صاحب خانه بودند و مهمانان خوانده و ناخوانده بسیاری را دیده و پذیرایی کردند. طوری پیشتر اشاره شد، پس از کسب استقلال در جمهوری تاجیکستان درباره نام زبان دولتی اندیشه و پیشنهادهای گوناگون بیان گردیده است. گروه به خاطر حفظ ارثیت تاریخی و تقلید ترکیب فارسی دری اصطلاح فارسی تاجیکی را پیشنهاد می کردند. دسته دیگر در تاریخ عمیق‌تر فرو رفته عقیده داشتند که آن را باید فارسی خالص نامید. ولی بعضی محققان بیم آن را داشتند که در صورت فارسی نامیدن زادگاه آنها به یکی از ولایات ایران فارس نسبت می گیرد و علاوه بر آن زبان فارسی امروز نام زبان رسمی ایران است و در این حالت باعث ایجاد سوء تفاهم خواهد شد. ولی در وطن ما اکثریت بر آنند که همین اصطلاح زبان تاجیکی که مردم به آن عادت کرده اند باقی ماند. البته فارسی یا فارسی دری نامیدن زبان حاضره تاجیکی نه خلاف حقیقت تاریخی است و نه خلل به استقلالیت کشور ما می رساند. در جهان امروزه ما چندین کشوری را مانند مملکت‌های عرب می شناسیم که با وجود استقلالیت عام و تام نام زبانشان مشترک است. هنوز صدرالدین عینی نوشته بود که تاجیکان خلق فارسی زبان آسیای میانه و خراسان می باشند که بعد از اسلام به آنها نام تاجیک و به زبانشان زبان فارسی یا اینکه زبان تاجیکی داده شد. برای صاحب نظران روشن است که در ابتدای پیدایش برای تشخیص این زبان از دیگر زبان و لهجه های خویشاوند همزمان و مثل سغدی
باختری، خوارزمی آن را فارسی دری و حتی فارسی هندی، کابولی و غیره گفتند و این عمل را غلط نشماریدند. و یا اینکه طی 10 ساله‌های دوری و جدایی تاجیکان و ایرانیان در اثر عوامل گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سده‌های اخیر بعضی تفاوت‌های دستوری و دیگرگونی‌های لغوی به میان آمده است که آنها زبان تاجیکی را رنگ و بوی محلی داده منسوبیت آن را با منطقه خاص تأکید می کنند. البته این دلیل ها از نگاه فنی زبانشناسی به حد بنیادی و به آن اندازه عمیق نیستند که زبان حاضره تاجیکی را از فارسی یا دری جدا ساخته آن را به یک زبان مستقل تبدیل دهند. اما در عین زمان آنها به صفت جنبه‌های روانی و سیاسی عوامل جدی هستند و در شرایط کنونی نمی‌توان از آنها صرف نظر کرد. نظر به واقعیت‌های جاری به اندیشه ما، نام رسمی زبان دولت مستقل و صاحب اختیار تاجیکستان زبان تاجیکی به تمام معیار و طلبات علمی جوابگو بوده. جنبه‌های سیاسی و روانی این مسئله را نیز در بر گرفته است. آن به مانند اکثریت زبان‌های دنیا بیانگری نام ملت یعنی تاجیکان و کشوری آنها تاجیکستان می باشد. در جمهوری تاجیکستان زبان دولتی و رسمی و کارگزاری زبان تاجیکی بوده مرحله به مرحله در حال رشد و گسترش قرار دارد. در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان 5 اکتبر سال 2009 و تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد و گسترش زبان دولتی ما یعنی زبان تاجیکی تمام شرایط مهیا شده است. در کشور کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است که این نهاد دولتی نظارت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان را در تمام قلمروی کشور بر عهده دارد. دور نیست که آرزو و آمال مردم تاجیک در بابت به یک زبان توانای علمی و فناوری تبدیل یافتن زبان تاجیکی و راه یافتن آن به عرصه بین المللی همچون زبان پیشرفته علمی جهانی جامعه عمل می پوشد. زیرا امروز زبان تاجیکی در حمایه دولت بوده و آن شهستون اصالت ملی ماست. دری از تاریخ پیدایش زبانهای جهان می‌دانیم که اکثریت آنها منسوب و مربوط به قوم و یا یک محل معین بوده. نام آنها از نام همان قوم و یا محل گرفته شده است. بنابراین با تحقیق مختصر در تاریخ آن قوم یا محل و یا تحلیل ریشه شناسی درباره نام زبانها حتی در زمان پیدا شدن آنها معلومات نسبتاً دقیق پیدا کردن ممکن است. اما نام زبان ما در دوران نو به عنوان دری شاید زیر تأثیر عوامل گوناگون تاریخی و یا طبع خاص زبان به شکل دیگر پیدا شده باشد.
امروز در میان زبانشناسان تخمین و گمانهای مختلف در این باره وجود دارد و ظاهراً تا پیدا شدن اخبار و اسناد نو و معتمد این راز همچنان پوشیده خواهد ماند. تا جای معلوم است در 3 قرن اول اسلامی کلمه دری در آثار خطی بجا مانده، یعنی در متون عربی و نوشته های دری به خط عربی وان نمی خورد. حتی در عباره و جمله های کوتاه دری که توسط کتاب های عربی به ما رسیدند این کلمه دیده نشده است. سیاح چینی سیوان زن که در سال 630 به نواحی ماوراءالنهر و خراسان سفر کرده است، از زبانهای سغدی، فرغانی، خوارزمی یاد می کند و همچنین می نویسد که در تخارستان به استثنای شغنان به زبان تخاری تکلم می کنند. 100 سال بعد از او در سال 728 سیاح دیگری چینی خای چاو به این منطقه سفر کرده از زبان سغدی و شهرهایی که به این زبان گپ میزنند مانند بخارا، چاچ، استروشن و سمرقند نام میبرد و زبانهای شغنان و خان، بامیان و باسی را فارسی به طور جداگانه یاد می کند. اما اشاره به لفظی دری و یا زبانی دری ندارد، حالان که زبانهای دیگری ایرانی چون سغدی، تخاری و غیره با نامهایشان یاد شده است. محققان اولین بار واژه دری را به معنای زبان در قرن 10 در آثار منصوری به زبان عربی نوشته شده پیدا کردند، ولی در آثار منظوم این دوره و حتی بعد آن هم مثل شاهنامه فردوسی کلمه دری در ترکیب پارسی دری به کار رفته است. در اشعار انصوری، فروخی، منوچهری و معاصرانشان گاهی به شکل دری و گاهی دیگر به نام پارسی استفاده شده است. اما در اشعار بازمانده رودکی و هم اسرانش مانند ابوشکور بلخی این کلمه به کار نرفته است. شاید ضرورت پیش نآمده و یا این لغت در آن عهد هنوز معمول و یا شهرت نیافته. در آثار منصور محققان باری نخست واژه دری را به شکل فارسی دری در ترجمه تفسیر طبری مشاهده کردند. در قرنهای بعد طوری گفتیم کسانی مانند شمس قیس رازی مؤلف المعجم اصطلاحات فارسی دری و حتی فارسی را جدا از دری به کار بردند. اما نشانه ها و یا عباره و جمله های کوتاه زبان دری در کتاب های عربی از دوره جاهلیت یعنی پیش از اسلام مشاهده می شود، زیرا در دوره های پیش از اسلام نیز راه های گوناگون تجارت، مناسبت های همسایگی و تاریخی با عرب ها موجود بوده و در نتیجه این تمدن آریایی در سرزمین عرب کم و بیش نفوذ داشته است. در اول ظهور اسلام عباره پارسی دری در اشعار عرب یگان یگان وارد می شود، تا آنجا که محققان اطلاع می دهند نخستین کسی که لغات دری را در کلام خود به کار برده حتی به کدام زبان تعلق داشتن آنها را تأکید هم کرده است اعشا
ابن قیس می باشد که هم عهد جاهلیت، هم دوره اسلامی و حتی پیامبر اسلام نیز تا به امروز اندیشه یگانه که از جانب اکثری زبانشناسان پذیرفته شده باشد موجود نیست. عده آن را منسوب به دره می دانند، به معنای زبانی که در دره ها، کوهپایه ها و وادی ها مردم به آن سخن می گفتند، در برابر پهلوی که مفهوم زبان شهری را افاده می کند. دانشمندی زبردست ملک الشعرا بهار تخمین‌های دیگر نیز به آن علاوه کرده است. چون در دربار ساسانیان بدان زبان دری سخن می گفتند، از این رو وی را دری گفتند، زیرا کلمه در زبان پهلوی معنای پایتخت و دربار را داشته است و اگر کپکی دری منسوب به دره است، دلیل شده نمی تواند که زبان دری زبان دربار یا پایتخت می باشد. اما دانشمند احتیاطکار در مورد صحت اندیشه و تخمین خود هنوز اطمینان کامل ندارد. بنابراین علاوه می کند که شاید کلمه های دره، دری و دری پهلوی مفهوم و معنای دیگر داشته باشد. در خراسان رواج داشت. روایت از گذشته باقی است که مطابق آن اصطلاح دری را مخفف و مشتق از واژه تخاری می شمارند. گویا کلمه تخاری به تدریج به شکل تخاری و سپس به صورت تخاری در آمده و بعدا نسبت داشتن مخرج مشترک تخه به د تبدیل شده کلمه دری پیدا شده است. ولی در مورد این فرضیه در بین زبانشناسان بحث ها به آخر نرسیده است. در میان لغت نویسان مؤلف فرهنگ جهانگیری 1608 گویا نخستین کسی است که تخمین و فرضیه های او در مورد شناخت زبان ما و منشأ و سرچشمه آن معروف شده است. سپس این معرفی نامه درست و یا نادرست بودن آن اینجا مطرح نیست. با واسطه لغتنامه برهان قاطی سال 1652 در میان محققان ثانی معتبر گردیده سالیان دراز در فرهنگ و دستورها و متن و انتشارات علمی تکرار شده است. سکه هایی را که یونانیان به نام دریک یا زریک می نامیدند و در متن پهلوی یادگاری زریران نیز آمده است، به اندیشه عالمان ربط به نام دارا و داریوش ندارد. شاید کلمه زر به معنای طلا نیز به واژه دری مربوط باشد، چنان که می گویند کپکی دری یا کپکی زری، یعنی زرگون و زرگونه. گروهی دیگر
آن را از مصدر دراییدن به معنای سخن گفتن می دانند. تسمیه دری را به معنای زنگ و آوازی ناقوس و طبل از بابت بانگ و آواز نیز از همین ریشه و نغمه های مروق صاف شده و بیغش پیراسته است. مقدیسی آن را ساده و روان و در کتاب المعجم و تکرار آن به شکل عبارت صحیح لغت دری به کار رفته است. مؤلف غیاث اللغات می نویسد که زبان دری از دیگر زبانهای فارسی که پهلوی، هیروی و زاوری و سگزی و سغدی باشد فصیح تر است. اما اندیشه در وجه تسمیه زبان دری که آن را منسوب به درگاه دربار می دانند طرفدارانی بیشتر دارد. یکی از دلیل های آن این است که در عهد ساسانی آنچه منسوب به دربار بوده دری گفته می شده و یا دریبت که به اصطلاح امروز رئیس امور دربار، رئیس دستگاه را افاده می کند. در تاریخ قم دریگبانو و در ارمنی دریکتر به همین معنی به کار رفته است. ولی در وقتی منسوب دانستن این کلمه به در و دربار ساسانیان این نکته را نباید فراموش کرد که هیچ گونه اثری مکتوب از این زبان به ما نرسیده و یا اصلاً وجود نداشته است. و در آخر باید گفت که سبب چنین شهرت و قدرت پیدا کردن زبان دری شاید در آن باشد که وی به محل و طایفه منسوب نبود و از این جهت بیشتر مقبول افتاده به زبان رسمی و عمومی تبدیل شد و در عصرهای بعدی برای تمام سلاله‌های آسیای میانه از هر تیره و تباری که بوده اند و سپس از هند تا روم زبان مشترکی این سرزمینی بزرگ گردید. طوری پیشتر گفتیم از ابتدای پیدایش کلمه دری در بسیار مورد مرادف پارسی یا فارسی قرار گرفته مؤلفان پیشین و زبانشناسان معاصر آن را به شکل فارسی دری به کار بردند و امروز ما در این باب نمونه ها و مثال های فراوان در اختیار داریم. مثلا بلعمی در مقدمه عربی تاریخ طبری تخمیناً سال 963 زبان ترجمه اش را زبان فارسی دری می نامد. بعدتر ظاهراً بعد از سال 976 مقدمه عربی این ترجمه را به فارسی برگردانده و در آن زبان این ترجمه را پارسی می گوید. همین طور هیچ شبهه‌ای نیست که اصطلاح‌های فارسی دری به عین یک معنا کار فرموده شده. شما گفتار 20 را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان بسیاری پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.